در حالی که کودکش را بغل گرفته بود او را پیش قومش آورد. آنها بهت زده گفتند: ای مریم، تو مرتکب کار بسیار بد و عجیبی شده ای. ای خواهر هارون، از این کار تو تعجب میکنیم، در حالی که نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره. ولی مریم با خاطری آسوده به عیسی اشاره کرد که از خودش بپرسید. اما آنها گفتند: چگونه با طفلی که در گهواره است سخن بگوییم؟ طفل گفت: من بنده خدایی هستم که به من کتاب عطا کرده و پیامبرم گردانیده است و مرا در هر جا که باشم مایه برکت گردانیده و تا زنده‌ام به اقامه نماز و پرداخت زکات توصیه نموده است و نیز مرا توصیه کرده که نسبت به مادرم رفتار نیک داشته باشم و مرا چون ظالمان و سنگدلان نخواسته است. پس سلام بر روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده برانگیخته میشوم. این است عیسی ابن مریم، همان کلمه حقی که به آن شک و تردید داشتند.